معرفت از ناحیه فرخار میگوید برای طبابت پسر خردسالش تمام منطقه کولاب را گشت ولی با سبب نبودن شرایط مساعد به درد او دوا نیافت. ناچار با خرج زیاد به دوشنبه برد. میبینی بچم دائما فقط خون می آمد. چند بار همی کلوب آوردیمش توابت گرفت ساز نشید. بعد دکترای همی کلوب گفتن که هم خیلی دوشنبه برینش. بعد با بلنسه استقلال بردیمش هم جدیدن بینیش گفتن که خیلی گوشتی زیادی داره در بینیش. اپیرات سکدک گفتنش ساز شده کازی ساز شده خون نمیره دیگه. اگر همی در کلوب میشیدم خیلی دکترها هم خیلی منطقه کولاب که از 10 شهر و ناحیه عبارت است و یکی از گوشه های سر اهالی تاجیکستان به شمار می رود، بیمارستان کودکانه ندارد. ساکنان کار افتاده چون معرفت سالها باز خواهان ساخته شدن شفاخانه نو و معاصر هستند. مقامات می گویند برای بنیاد بیمارستان زمین جدا کردند، اما معلوم نیست ساختمان آن کی آغاز می شود. ما رئیس شهر خطی در جایی با هم صحبت بدیم خود مکتوب با وزیر تنظیم پیشنهاد شده زمین خود جوش مان کرده شده حجت گذاری خیلی با خمانده خیلی ببینه بود چی پیشنهاداتی شود نیکی همین سال ما باوری دارم من موقع نزدیک همین لوحه کشی و ساختمان این باید که سر شود. این بنا تا سال 2019 شفاخانه کودکان در کولاب بود. آن را برهم داده کدهایش را به بیمارستان بسیار صاحبی منطقه کوچاندند. اگر پیشتر بیمارستان کودکان 140 کد داشت، حالا در اینجا تنها تا 60 نفر را میپذیرند. ولی مشکل آن است که نه همه نوع مریضی را معاینه و طبابت میکنند. بعضی کارافتاده ها مجبور به دوشنبه میروند. سرداری ریاست تندرستی منطقه کولاب در صحبت با خبرنگاران گفت در بینای نو بیمارستان جراحی کودکان را نیز در نظر خواهند گرفت. زمین مؤسسه تندرستی بود ما در اونجا بنقشه داریم نه اینکه یک بیمارخانه کودکانه صحبت که بلکه کجا ما خیروگی کودکانه رانی در یک جایی. در مجموع در تاجیکستان قریب 5300 درمانگاه و بیمارستان ثبت شده است.